تا حالا دقت کردی وقتی بچه بودیم یک روز مدرسه تموم نمیشد، اما حالا چشم میذاریم سال تموم میشه، انگار زمان روی حالت فست فوروارد رفته. اما چرا؟ امروز میخوایم یکی از عجیب ترین حقیقت های ذهن انسان رو باز کنیم. روانشناسی گذر زمان. زمان همونقدر که فیزیکیه، روانی هم هست. دو نفر ممکنه 1 ساعت کنار هم بشینن، اما یکی بگه وای چقدر گذشت و اون یکی بگه هنوز 10 دقیقه هم نشده. پس زمان یک تجربه ذهنیه، نه فقط یک حرکت عقربه. وقتی کودک بودی هر چیز برات جدید بود. اولین روز مدرسه، اولین دوچرخه، اولین دوست و اولین ترس. ذهن توی کودکی هزاران تجربه جدید رو برای اولین بار ثبت میکنه. هر اتفاق جدید مسیر عصبی جدید میسازه و وقتی مغز مشغوله زمان کش میاد. اما وقتی بزرگ میشیم مغز میگه اینا رو قبلا دیدم، ذخیره شده و تکراریه و به خاطر همین زمان سریعتر حس میشه. نه چون واقعا سریعتر میگذره، بلکه چون چیزهای جدید کمتر میشن. وقتی 10 سالته 1 سال برابر با 1/10 طول عمرت، اما وقتی 30 سالته 1 سال برابر با 1/30 عمرته. نسبت کوچیک‌تر میشه. پس ذهن اینو حس میکنه سالها دارن فشرده میشن. به این پدیده میگن نسبت ذهنی زمان. وقتی زندگی تکراریه، یک شغل ثابت، یک مسیر ثابت، آدم‌های تکراری و عادت‌های تکراری، مغز میگه اینا رو ذخیره کن، نیاز به پردازش نیست. وقتی پردازشی در کار نباشه، ذهن روزها رو جمع میکنه، میذاره کنار هم و تحویلت میده. رفیق 1 ماه گذشته، به همین سادگی زمان میدوه بدون اینکه بفهمی. وقتی سفر میکنی یا وارد یک رابطه جدید میشی یا شروع به یاد گرفتن یک مهارت جدید میکنی یا اینکه وارد یک محیط تازه میشی، مغز وارد حالت ضبط دائمی میشه. همه چیز جدید، رنگیه و پرجزئیاته. برای همینی که سفر 3 روزه ممکنه اندازه 1 ماه خاطره داشته باشه، اما 1 ماه از زندگی روزمره مثل 3 روز میگذره. حالا یه سوال پیش میاد، چطور گذر زمان رو کند کنیم؟ راهش خیلی ساده است. مغزتو مجبور کن زندگی رو دوباره حس کنه. هر هفته یک تجربه جدید، کوچیک باشه مهم نیست، یه رستوران جدید، یه مسیر تازه، یه آدم جدید و یه مهارت جدید. از روتین فرار نکن، اما تغییرش بده. صبح همون کارو میکنی، 5% رو فقط تغییر بده کافیه. ورزش و تحرک مغز رو بیدار میکنه. ورزش برابر با احساس زمان بیشتر، چون تپش قلب و اکسیژن برابر با توجه بیشتر. یادگیری بهترین کند کننده زمانه. وقتی مغز چیزی رو یاد میگیره خاطره میسازه و خاطره یعنی زمان بیشتر. زندگی رو رکورد کن. نوشتن، عکس گرفتن، ثبت لحظه ها، اینا باعث میشن مغز تو توجه بیشتری بده و زمان کندتر بشه و در نتیجه زمان تند نمیشه. اینطوری که کمتر زندگی میکنی. هرچی بزرگتر میشیم، هرچی بیشتر وارد تکرار میشیم، زمان سریعتر میره. اما اگه تجربه‌های جدید بسازی و زندگی رو حس کنی، هر روز حتی یک تغییر کوچیک هم ایجاد کنی، ذهنت دوباره برات زمان میسازه. زمان نمیگذره. اینطوری که باید دوباره زندگی رو شروع کنی.